به نام خدای عشق و محبت، به نام خدای بخشش. امروز روز خوب پیروزی است و مهر الهی فرداهایم را سرشار از برکات عالی می کند. در سکوت و با آرامش مسیر درست را می پیمایم. همگام با اراده خدا به توانگری، عشق و آسایش رسیدم. میدانم سعادت در یک قدمی من است. من شادمان خود را لایق شرایطی این چنین عالی و شکوهمند میدانم و برای فرارسیدن ایامی پر رونق و آرام لحظه ای از شکر داشته هایم باز نمی ایستم. همه امورم در زمانی الهی و با نظم به پیش می روند. خویشتن‌داری و صبوریم بانی آرامش و حرکت مستمر من به سوی موفقیت گشته و امیدهای جدید و پربرکتی نیز برایم پدیدار گشته است. به پیروزی در هدفم ایمان دارم. ثابت قدم و استوار با خلقی نیکو در لوای حکمت خداوند بخشنده تلاشی سازنده را شروع می کنم تا در وقت الهی ثمره بازگشت خیر در زندگیم متجلی شود. بارالها، راز دل و اسرار زندگیم را با تو در میان میگذارم تا خرد الهیت پناه و راهگشای همه مسائلم باشد. نسبت به سخنان دیگران رفتاری آرام و خیر در پیش میگیرم و برای رهایی خود همه را بخشیده و منتظر پاسخ الهی میمانم. ای خداوند توانا، مرا دریاب تا با خیرخواهی و مهربانی که راهی است صاف و هموار دل مشتاقم به تو نزدیک شود و نور هدایت پناه و آرام جسم و جانم گردد. خدایا، تو فرمانده پیروز ایامم هستی و حاکم بر نیات و مراقب اعمال من. پس گوش جان به پیام الهیت می سپارم تا از درون و برون موهبت‌های عالی را به این شرایط جذب کنم. ای خداوند بخشنده، در این وضعیت عالی ترین سود به من تعلق می گیرد و دری الهی به وضعیتی درست و مملو از برکت و روشنی به روی زندگیم گشوده می شود. خداوندا، چون به دوستان و عزیزانم بیریا مهر می ورزم و محترمانه از آنان یاد می کنم، در همه شرایط شاهد رفتار و گفتار مملو از حق شناسی نسبت به خود از جانب دیگران هستم. به مدد توکلی که به خدا دارم، هر آنچه را طلبیده‌ام به بهترین صورت و در زمانی بسیار نزدیک و از راهی حمایت شده به سوی زندگیم جذب می کنم. من شایسته دریافت عشق و محبت دیگرانم، پس متقابلاً با صداقت و محبت افراد مناسبی را به زندگیم جذب می کنم. همه مرا همان گونه که هستم میپذیرند و من نیز بدون توجه به موقعیتشان برای آنان احترام قائلم. خداوند مرا سزاوار دریافت موقعیت‌های برتر و عالی‌تر می‌داند. با ثبات قدم و پایداری نسبت به نیتی که دارم، بهترین فرصت‌ها را از کائنات به وفور می‌ستانم. بارالها،
کلید گشایش همه درها به دست توست. مرا یاری فرما تا برای تحقق نیتم مثبت نگر باشم و با نیکویی در حق دیگری باب خیر و برکت را به زندگیم بگشایم. من نظم الهی را به زندگیم فرا می‌خوانم تا همه امورم سر جای خود قرار گرفته و شرایط زندگیم همان گونه شود که از عشق الهی طلبیده‌ام. در لوای مهر الهی حرکت می‌کنم و محکمتر از گذشته قدم برداشته و با دلی شاد از توکل به خدای مهربان گشایش در موقعیت فرارسیده را سپاس می‌گویم و شاهد موفقیت را در آغوش می‌گیرم. بخت نیک همراه من است. همکنون ثمره شیرین پیروزی را تجربه می‌کنم و برای تداوم خیر و برکت فرارسیده فقط به خدای رحمان و رحیم اعتماد دارم. به محبت خدا اعتماد دارم و لحظه هایم در نور الهیش احاطه دارد. من نیز با نیتی سرشار از خیر بر همه جنبه های زندگیم مسلط هستم. من آرام و متین و آسوده ام. آرام باش، آسوده بگیر، رها کن. تو اکنون آرام هستی و فارغ از هر چیز. اکنون در آرامش سر میبری و هر گونه تنش، فشار عصبی و کشمکش را رها میکنی. اکنون از نظر فکر و جسم آسوده و در آرامش هستی. ساکت باش، خاموش باش و بدان که من روح خداوند هستم. آرام باش و بدان که اکنون و در این شرایط من نیکویی والا هستم. من در آرامشم و همه چیز را رها می کنم و به خداوند می سپارم. من نابسامانی های زندگی را نمیپذیرم. این شرایط هیچ قدرتی ندارد. زندگی من نمیتواند محدود شود. نیکویی های من نمیتوانند محدود گردند. من اکنون به نام پروردگار رحیم بر همه محدودیت های زندگیم خط بطلان میکشم. من خودم را با عشق و خردی لایتناهی محصور میکنم و محفوظ و ایمن میمانم. در مقابل دشواری ها چیزی نیست که از آن بترسم. فرشته نگهبانم پیشا پیش من می رود و مسیر مرا هموار می سازد. قدرت خدای درونم همکنون نظم الهی را در ذهن، جسم و کارهایم ایجاد می کند. نظم الهی اکنون ایجاد و متجلی می شود. من قدرت بهبود الهی را فرا می‌خوانم. اکنون نیکویی گذشته و حال من محض خاطر من بهبود الهی می‌یابند. اکنون زمان شکوفایی الهی است. من برای بهبود الهی در ذهن، جسم و امور مالیم و همه روابط اجتماعیم شکرگزارم. آمین. با عشق و مهر به دستان خداوند می‌سپارم. من با عشق، مهر و اعتمادی صرف خود و همه کارهایم را به دستهای خداوند می سپارم. آنچه بالاترین موهبت برای من است به سوی من خواهد آمد.
دعای مشیت نجات بخش زندگی. اکنون در این شرایط قدرت کارآمد اعجاز الهی برای نیکویی همه افراد در برگیرنده آزاد می شود. من خودم به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم، اما خداوند می تواند و همکنون و بیدرنگ اعجازها را در ذهن، جسم و کارهایم شکل می دهد. ذهن الهی نتایج کامل را بلافاصله رقم می زند و من می گذارم ذهن الهی همکنون از طریق من بیاندیشد. من می دانم، من به خاطر دارم، من درک می کنم، من اکنون حقیقت را به طور کامل در این شرایط اظهار می کنم. من ذهن الهی هستم. من می گذارم که ذهن الهی به طور کامل در درونم اظهار شود. می گذارم. اکنون خداوند نتایج کامل را در هر مرحله از زندگیم رقم می زند. زندگی من نمی تواند محدود باشد. خدای درونم همان قدرت آزادی بخش من است. خدای درونم قدرت بخشاینده من است. خدای درونم قدرت رهایی بخش من است. اکنون خدای درونم مرا از همه وابستگی‌هایم به مردم، مکانها و چیزهای گذشته یا حال آزاد می کند. خدای درونم قدرت شفا بخش من است. اکنون خدای درونم مرا تا مرز تندرستی کامل سوق می دهد. خدای درونم قدرت دولتمندی من است. خدای درونم همیشه شایسته تمجید است. من از طریق خدای درون بهترین هایم را عطا می کنم و در عوض بهترین ها را می ستانم. اکنون خدای درونم هر مانع و مستمسکی را آشکار می کند تا از نظر ذهنی یا عاطفی آن را برطرف کنم. بنابراین برای تندرستی، مکنت و شادمانی و سعادت کامل آماده و پذیرایم. اکنون خدای درونم مرا به سوی مکان درست زندگیم و همراهی با افراد درست هدایت می کند و من مسرور و سرخوشم. خدای درونم نتایجی کامل و بی‌نقص را در هر مرحله زندگیم ایجاد می کند و همه چیز نیکوست. من آسوده خاطرم رها می کنم و به او می سپارم. اکنون من زندگیم را به قدرت کامل و ماورایی خرد الهی می سپارم. آرامش خدای درونم اکنون بر من می گسترد و همه چیز نیکوست. اکنون زمان فرجام الهی است. اکنون خدای بخشایشگر الهی ذهن، جسم و روابطم را از همه اشتباهات گذشته یا حال آزاد می کند. خداوندگارا متشکرم. عشق و مهر بخشاینده خداوند اکنون مرا از تجربه های ناخوشایند زندگی گذشته یا حال آزاد می کند. اکنون من آزادم که شادمان و سعادتمند باشم. من رها می کنم و به خداوند می سپارم. من از نظر ذهنی و جسمی آسوده‌ام. تنها یک حضور و یک قدرت وجود دارد، خداوند نیکویی ها.
اکنون نیکویی های خداوند درست در اینجا در درون و پیرامون من است. خداوندا، تو را سپاس میگویم که صدای مرا شنیدی و میدانم که همیشه صدای مرا میشنوی. خداوند همیشه راه حلی دارد. اکنون خداوند مسیر نتایج کامل و بی‌نقص این شرایط را می‌گشاید. من اکنون با همه مردم و هر شرایطی ارتباط درست دارم. اکنون خوبی و نیکویی فاتح است. برای هر شرایط نگران کننده راه حل مناسبی وجود دارد و برای این دعا پاسخی درست وجود دارد. جسم و ذهنم آسوده اند. اکنون من برای دریافت بالاترین نیکویی درون و برون آماده و پذیرایم. من وضعیت ناگوار زندگی را نمیپذیرم. نیکویی من نمیتواند محدود شود. خداوند عشق است. خداوند مهر است. خداوند مهربانی است. حقیقت. اکنون خود را در این شرایط متجلی ساز. آنچه پنهان است آشکار خواهد شد. خداوند سررشته این شرایط را در دست دارد، نه مردم یا اوضاع و احوال، بلکه فقط خداوند و خداوند نیز به شیوه خودش مشکل را چاره می کند. برای هر شرایطی راه حلی درست وجود دارد. برای هر مشکلی پاسخی راستین هست. من ایمان دارم که اکنون هر نیازی برآورده می شود. برای هر نیازی شکوفایی الهی وجود دارد. اکنون برای آن درک الهی شکر گزارم. برای همه مردم و برای همه جهان و برای ایرانی عزیز